با نام و یاد خدا من حس میکنم یه بادی از سمت شرق مغرب برق منزل درد مفصل از که تصبیح سمت دسترس بس سرقز داره رپ داره میخونه. شکر خدا یه توده ابچری داره هارالم میکشه میاد که از سمت سواحل شمالی میخوره به منظومه شمسی. منظومه شمسی کجا؟ تو زحل. زحل کجا؟ تو گوهر. گوهر کیه؟ عمه من. بارون کجا بود ناموسم؟ تهرون میام ماسکش و دست فراموش نشه. یه لکه ابری داریم کجا بزنیمش؟ قم و بارون. استان فارس یه جوری سرد میشه که وقتی در یخچال باز میکنی مرغ میگه ببندش سوز میاد. باران نبارش هم چتر ندارد. برو بگی که کشاورز دعاش گرفت. سمانه باربری امچسالی قوی تر میشه. جزیره دم بزرگ دم کوچیک عمو موسی و داییام همه زیر او. یزدیای عزیز یه توده پرفشار از سمت قزاقستان به سمت انگلستان در حال حرکتی که اصلا به شما نمیرسه. با کشتی میچرخونم دور یاسوس. این یه وجبو منتظر غبار قمالودی باشم. و اما بندرها پیش بینی میشه کهکشان راه شیری به یه تنگ خب بیشتر نداریم هرمز در حال حرکته. تو تا دیروز بچه جنوب بودی الان که شمال بارانیه شدی بچه شمال مشکل برات پیش آمده. پلنگی بود برای خودش قبل که بشه گربه. و اما سیستان و بلوچستان وام سخت شیران بچه یه برو ورد خفه شد به دلیل بارش برف در تهران و استوریال شستان فسان. فردا شیراز صبح بارندگی ظهر برف عصرش تگک شب همه شام تالار زیر گذر. علی جی خبرگزاری هوایی شناسی شیراز. مشکل دارد پیش آمده کس اگه